ضمن برگزار نمودن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 39 ساله ساکن شهر اسفره با گمان قصداً رسانیدن ضرر وزین به سلامتی دستگیر کرده شد. گمان بر شونده شام 8 یولی سال 2024 تقریباً ساعت 23 دقیقه در نزد خانه استقامتیش بنا به بیان آمدن مناسبت آشتی‌ناپذیری با عمکش پیرمرد 73 ساله ساکن شهر مذکور جنگ و جنجال نموده با مشت یک مرتبه بر رویش چنان زده است که پیرمرد به زمین افتاده، سرش به سختی زمین برخورده است. در نتیجه جبری دیده جراحت وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. نسبت گمان بر شونده پرونده جنایتی با ماده 112 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه فرخار با عریضه مرد 41 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که 14 یولی سال 2024 شخصان نامعلوم با راه پنهانی به خانه استقامتیش در آمده از آنجا جواهرات گوناگون طلایی را دزدیده از جای حادثه غیب شدند. ضرر رسانده شده 39300 سامانی را تشکیل می‌دهد. در نتیجه گذرانیدن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که این جنایت مذکور را زن 29 ساله ساکن همین نویه صادر نموده است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد.